بگریان است ز عشق تو پشیمان است در این دنیای دو روزه ای عمر مروان است ای عمر مروان است لا 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 بعد این مردم عقب زدن نکنه کچا پچا همه را تازه کنن آخه راستا بگه خو میرن اینا با قریبی نصیب باشه ایده کچا آخه یا خانه و در سفید کنن کچاشان آباد کنن آخه که من بگردن راستا بگه که رئیس محله شدیم گفتا با گناهکار شدیم آخه این مردم همین تا ای خو بیدار نکنی راستا بگه خو میرون یا گرد کوچاتون آباد کنی یا علف پلاف بچینه یا خانه و در تازه از این گفتن من پیش از نوار رو تماشا کردم به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میورد بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و ساداباد جمع می شود تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستان عزیز بار به طرف شهر دوشنبه شهر باختر ناحیه یاوان عبدالرحمن جامی ناحیه غازی ملک یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونم مرامت کرده زنگ زنید بارای خود را به تاجیکستان روان کنید سلامت باشید تازه کنید آقا همین سحر راز میشه و همین رئیس فایرو میکنن من خیال میکنم که یگم مهمانی فایرو میکنن آخه میبرم نگاه میکنم که فقط عرض شکایت تا همین رئیس محله شدیم در بالا ماندیم آخه تا یا عرض شکایت کردن آخه یا پیاله چای کنه یا جدا یا تچکولی کنه آخه همین میآین هر رئیس همو همسایه همین بالای همسایه فقط شکایت اینا آیلش باشه همه همسایه را آیلش را بیما فایره کنم یانگا او کلون کسی فایرود کرد الله هیو ای چی بگفته باشه لابا رئیس بیو کلون رئیس بیو سلام علیکم سازی تینجی سلامتی خوبه کلون جان اکا همین خفا نشه من رئیسی محله که ازم هر روز همین میاد شکایت ای پوزی شوهری تو شکایت فهمیدی چی شده باشه رئیس همین مردم بیزار شدم یا تاش میای میگه که آخه مرا در کوچه زد یا تاش میای میگه خانه ما درآمد یا تاش میای میگه در قدی کوچه مرا آزار دادی زد فهمیدی من همین شوهری تو بیزار شدم همین شوهری شما مای منوشه مایش چیه رئیس مایش عرق منوشه عرق ها فقط راست بگو عرق منوشه یا نمنوشه عرق ها به گفتگو به کل بای من بگونه نیست که بگویم بیا این زمان چشمش عوض شده کو به گفتگو با کل بای من آشنا بیا بگونه سکی بگویم بیا چون زنه چیه تن نسرین اشتگم میزنی رو تو کای بس مکنی خوردنه همین کانکان سپکوی نشیم میدونی از رئیسی محله آمد رئیس محله چی میگفتن همه همسایه از شکایت کرده استن ای بولای تو میره در خونه مردم خرابی میکنی با چی گفت رئیس محله رئیس محله گفت که اصلاح میشوه بشوه نمیشوه ای محله سرش میکنیم بعد با چی گفت بعد با گفت که شوهری تو عرق میخوره بعد تو چی گفتی من حقیقت چه گفتم چی گفتی بعد گفتم که در 100 کیلومتر 10 لیتر میخوره